سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل من یعنی پویان پیکی. امروز اومدیم به آموزش دانلود لانچر CM کلاینت که به نظرم یکی از بهترین لانچر هاست و از لونار و تمام رقباش بهتره. و اینو دوستان بگم که اینی که الان ما میخوایم بهتون آموزش بدیم خود لانچر CM کلاینت هست. یه دونه هم کرکش رو داره که تو فایل های بازی، تو فایل های تی لانچر میریزن و به نظرم اونو به هیچ وجه دانلود نکنید و خود لانچرش رو دانلود کنید بهتره. خب مرورگرتون رو باز میکنید، هر چیزی میتونه باشه، سرچ میکنید CM کلاینت، میرید توی سایتی که اومده دانلود رو میزنید. حالا من لینک اینجا رو تو توضیحات ویدیو گذاشتم. توی ویندوز اینو میزنید. اگه ویندوزتون 64 بیتی هست این رو میزنید، اگه ویندوزتون 32 بیتی هست اینو میزنید. حالا شاید بگید من نمیدونم. حالا واسه اینکه بفهمید باید برید قسمت دیس پی سی، 3 نقطه رو بزنید، قسمت پراپرتیز، بعد اینجا توی قسمت دیوایس اسپسیفیکیشنز سیستم تایپ الان واسه من نوشته 64 بیت اپریشن سیستم. اگه 32 بیت بود اینجا باید 32 بیت رو دانلود کنید، اگه 64 هم که بود 64. الان واسه من 64 دانلود میکنم، منتظر میمونیم این دانلود بشه. 74 مگابایت. و اینم بگم که برای ورود به خود CM کلاینت باید یه اکانت CM کلاینت هم داشته باشید. حالا این اکانت با اکانت تی لانچر فرق داره کلا. واسه ساختش هم باید بیاد بنویسید CM کلاینت ساین اپ. حالا من لینک اینا رو باز گذاشتم. CM پنل اینجا وقتی اومد اینجا گفته این گیم نیکنیم، یعنی اسمی که میخواید داخل بازی براتون نمایان داده بشه واسه بقیه رو مینویسید. مثلا من مینویسم پویان پیکی همین. خب اینم CM کلاینت همونم دانلود شد. اینو اول اجرا کنیم و خب الان باز شد CM کلاینت ما. الان گفته اکانتی تا حالا ساخته نشده، اد اکانت رو میزنیم. اینجا ما فعلا اکانت نداریم که اینجا وارد کنیم، پس همینجا اکانت رو میسازیم. خب اسم میدیم، ایمیلمون رو مینویسیم و اینجا پسوردمون رو مینویسیم. اینجا هم وریفای، دوباره پسورد رو مینویسیم و این تیکش رو میزنیم و ساین اپ. خب میگه که یوزر نیم فقط میتونه کلمه باشه، عدد باشه و آندرلاین باشه. خب پس یکی دیگه میسازیم اینطوری باشه. پویان پیکی، ایمیلمونم اینجاست، اینا رو می نویسیم و الان ساین اپ رو بزنیم اکانت ساخته میشه. منتظر میمونیم. سایت داره زور میزنه، سرورا یا اینترنت ما داره زور میزنه در حال ارتباط با سرور. اگه ساین اپ شد خیلی خوب میشه. بذار ببینیم. حالا من تا این ساخته میشه دارم بزنم که خیلی ویدیو طولانی نشه. از خود تی لانچر هم فکر کنم آره از اینجا میشه. حالا اینو بزنید میاد به همین جایی که اومده بودیم. فکر کنم وی پی ام میخواد یه تست بزنیم. اگه خب اکانت ما حالا وی پی هم نمیخواد، ساخته شد. اسم ما الان اینجا داشبورد، اسم ما، نقش ما یعنی الان ما پلیریم و اطلاعات خود سی ام پنله و همین دیگه. الان اکانت ما ساخته شد. اطلاعات رو میزنیم، اسم رو البته بله اینجا اسم رو میزنید و اینجا هم پسوردتون رو.
بعدش اد ویت سی ام کلاینت رو میزنید. خب اکانت ما الان اضافه شد. الان بزنیم. قبل از اینکه بازی کنیم هم پیشنهاد میدم اینو یکم بیشتر کنید. هر چقدر بود 1/4 مموریتون رو بذارید. الان واسه من 16 گیگ واسه بازی داده از رمم. من میذارمش 5 گیگ استفاده کنه. و اینکه سیو رو هم میزنیم و هیچی لانچ رو بزنیم. حالا قبل از لانچ باید خود ورژن رو هم دانلود کنید که خیلی طول نمیکشه دیگه، برای اینکه ویدیو هم خیلی طولانی نشه. تا همینجا من ویدیو رو میبندم و همین دیگه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا ویدیوهای بعدی بدرود.